رابطه جدید سیر متین با نوریا. نوریا کیست و علاقه نوریا به سیر متین چیست؟ سیر متین اکنون کجاست؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. نوریا مدل افغان و هنرمند جوان و تازه کار در میان مردم افغانستان است. نوریا شهرت نه چندان بالای در میان مردم افغانستان داشته است. نوریا در کشور کانادا زندگی می کند و در ابتدا به عنوان مدل در آهنگ‌های هنرمندان نقش بازی می کرد، ولی رفته رفته نظر به علاقه‌ای که به هنر خوانندگی داشت، با کمک و همکاری قیس الفت توانست چندین آهنگ به زبان دری و پشتو ثبت کند. خانم نوریا دارای 3 فرزند می باشد و از شوهر اول خود جدا شده است و در کانادا به کار آرایشگری خود ادامه داده است و یک سالن بزرگ آرایشی برای خانم ها دارد. خانم نوریا در جدیدترین برنامه خود با سیر متین حرفهای عاشقانه میانشان رد بدل شده است، با آنکه سیر متین با دختر انیف انگام یکی دیگر از کمدین‌های موفق افغانستان ازدواج کرده است و دارای 5 فرزند می باشد. سیر متین کارهای کمدینی خود را به شکل رسمی از برنامه شبکه خنده تلویزیون طلوع آغاز کرد و در میان مردم از شهرت خاصی برخوردار است. سیر متین بعد از سقوط حکومت به کشور کانادا رفته است و در آنجا هم به کارهای رسانه‌ای خود از طریق چینل یوتیوب شخصی خود ادامه داده است، ولی برنامه وی با نوریا برایش دردسرساز شده است و مورد نقد و انتقاد شدیدی از مردم و علاقه‌مندانش قرار گرفته است. ولی به هر صورت ما آرزوی موفقیت، سلامتی و طول عمر برای تمامی افغان‌های عزیزمان در سرتاسر جهان داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درود دیگر، بدرود.